سلام دوستان، امروز اومدیم با پارت 2 بازی کرونوس. امیدوارم که لذت ببرین از این گیم پلی. بزنیم برای ادامه بازی بریم. خب اینجا من یه چیزی جدید دیدم، موارد اضافی که میزنید چند تا لباس جدید دیدم، تیتان و سرولین و ونگارد و ولی فکر کنم برای اینکه وایب ترسناکش بیشتر بشه این ونگارده کنم بهتر باشه. توی پارت قبلی جایی که رسیدیم یه ریلی که همون اسلحه جدید بهمون داد، شاتگان بود درسته میکنم بگه بودنش میگم آره خودش شاتگان بهمون داد. بریم بینیم اول چی داریم چی نداریم. خب یه بانک انرژی و چند تا خب بریم بانک انرژی رو چیز کنیم، تبدیل به انرژی کنیم. خب چی میتونیم بخریم، چی میتونیم ارتقا بدیم تیرای تفنگتون بزن همیشه زیاد باشه، همراهتون باشه، چون مشخص نمیکنه که انمی ها بخوان چجور باشن، چجور بیان، زیادن کمن. خب شعله افکن هم برداریم بریم سراغ بازی. خب قطعات فلزی چی داریم درست کنیم؟ ما رو تفنگ درست کنیم که کامل نبودید که چی داریم؟ این بسته است. خب 2 تا باکس داریم از اینا. فلزی گروه تفنگ ساچمه‌ای درست کنیم چون نداریم. اینم از این. جلوتر میخواد برن جلو و پیداشون کنن و طبق اونا یا حالا دی ان ای شون نه چجور میفهمن که چه اتفاقی افتاده که روی زمین به چنین بلایی دچار شدن. اتفاقات بدی افتاد یا خوب افتاده. اوه 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 خیلی دفن سر اون بد دور فرار. اوه آجی زدا پشمامک خدا لعنتت کنه. نه هرچی هم باشن به پای این گیمر شما نمیرسن. خیالتون راحت ولی خب حالا این شاید طبق تلاشون خودشونو بکنن شاید تونستن. اوه
نه اوه دوباره بس دیگه چند نفر اوه داره تغذیه میکنه تازگی یا علی برو ببینم اینایی که اینجور خاردار میشن چند جوری که جذب میکنن اینجور قوی میشن این از تو اوه خیلی شکر سریع بریم حاجی واقعا نمیدونم دارم چی کار میکنم اینا خیلی زیاد شدن اوه حالا انقدر من تو این بازی انقدر ترسناکه و من اصلا بدنم سوخت شده که هیچ مایل نیستم که بخواد این اتفاقی واقعیت بیفته اینا نمیمیرن واقعا انیمی های سرسختی هم نسبت به سایلنت هیل و رزیدنت اویل انیمی ها خیلی سرسختری هستن این تلس نگاه اینجا کن این وقتی گذاشته اینجا اینا نشسته مطمئنن تلس اصلا این شکی توش نیست این بهش میخوره زنده باشه بهش نمیخوره مرده باشه بریم اینم زنده است یا نه زنده بود اینجا زنده بود اینجا قبل میگه زنده بشه مرده دو تا ضربه راحت از پا دمی اما اینا نه اینا لامصب چون کله دارن یه مقداری سخت‌تر کشتنشون ایشون قشنگ بهش معلومه که میخواه بلند میشه چوب کنه تو آسین ما اصلا یالو بلند شو بتره ما ناجی یا علی بیا دیگه گفتم بریم اینجا بزنیم میشه میشه از این چی اینو هاش همینجا بایست کجا نگاه کن چه نازی هم میکنه بیا بیرون با تیکه بازی این الان نیست مرده یا زنه ها خب تمام شد دیدی چجور زدمش بریم دوست داشت کارت درسته برو تو بمیر شرطو خلاص شیم حالا میان اینو جذب میکنم میشن 4 تا یا خدا یه بدی هست این انمی ها رو نمیشه از پشت مثلا حمله کرد مثل ویل که از پشت رو با چاقوی چیزی بزنش این جایی نداره فقط باید بکنیم بکشیمشون وقت تمام است ناموسن چرا چی شد تازه شروع شده آجی کجا تمام است آجی من نمیترسم بزنم من رو 4-5 دیگه بزن سرمون شاد کنم اتیاج دارم آجی اینا چرا نمیمیرن
بدم میاد از اینا. یه نوع نمی بزنین آقا، یه جور باشه. یه 800 نوع میذارین که چی بشه؟ خدا لعنتت کنه. بمیر لامصب. بلند نشیون. آفرین. اینجا کبه مرگتو بزن. بریم جلوتر. یا خدا آمد. چرا این همه دیر میبینن؟ 3 تا تیر آخه برای چی 3 تا تیر؟ چی داری تو؟ خب معمول از چی ساخته شده که 3 تا تیر به زور ازش رد میشه؟ نداریم؟ شاتگان درست کنی یا مشعل؟ کنم شاتگان بیشتر به دردم بخوره. بزنیم یا نه؟ چی اومده؟ به نظرم مشعل رو درست کنیم. الان 2 تا نمیدونم هرچی شد فکر کنم همون بیمارستان است. بیمارستانه؟ نمیدونم. نه بیمارستان. اوه باشی اومدم. یکیش کجاست؟ یکی هم بود سرم صداش اومد. بیا جلو خودتا تو با هم دیگه. ای علت این مقدار بازی داره لگ میزنه. این آدم بهتون بگم فکر نکنید مشکل از اینترنت شماست، مشکل از بازیه. اوه آجی گیر کردیم. نه اوه بمین لامصب. خدا نمیمیره این چرا؟ راستی داشتیم بازی نزن. حواسم به این گزینه‌اش نبود. شاتگانم مثل اون همون چیز چکش نگهش که میداری قوی تر میشه. حاجی این نگاه چی ازش میدوه؟ چیکار کنم با این الان؟ خیلی قوی شده. اوه اسیدم میرزه. بمیر. اوه چی میده؟ الان 50 تا چیز میده. 2 تا از اینو داد. ناموسن نکنین. چه موجودیه واقعا؟ 800 تا دست و پا چیش کنم اینو؟ نگاه چجور باید داری؟ یه عکسی بگی مرد تیکه اول بمیبینم. خب پس خارج نشیم. بریم اینجا. تیر نداریم اینجا ساختمونه. اینجا حاجی انبوره رو چرا نینه؟ حاجی دارشو یه اتاق سیب هست. از بودن کارمون تمامه دیگه. خب تو با این سشمی ساعت کسری. خب خونه هم زدیم. اینجا تنها تیه جان نیست بگیم. بزنی رو باز کنیم. هست دست داره. اینه مشعل. یه جایی داشت چیز نگه. اینه. خب این مشعل رو میشه مقدار ماده ظرفیتشو به 2 تایش کرد. چی هم برای فروش نداریم.
مشعل نه ای 2 تا میخواد آجی دیره بخریم یه مقدار این مقدار کنه همش بیرا تو فایم سارج میگی جا ندارم اونقدری که داخل اینجا میخواد سرایشو درست کنی زمان برای بازی نمیذاری خب اینم از این یه سیوم بزنیم و ببینیم این اهرام اینو نداریم باید پیداش کنیم خب امید تو او کجاست اوه خواهی ریدم الهی امید تو یا خدا این چیه از همون هست که این تریکه هاجی چیش کنم الان من اینو بله میاد فردش هم نداره تیر بهش بزنم به تریک خودم دارم میگم مطمئن نیستم که از چه چیزی جلوتر بریم میفهمیم خب زودتر بیا دیگه اوه ای حاجی یعنی نگاه کن نه این دنبالم فقط ماشاءالله بچه های خوب آفرین الان شد این آقای ایگرگی هم که اینجا دراز شده قشنگ معلومه تله است از همین الان بیدار شد و من الان شلوار از پا در بیارم با دست با من آکه آجا غلط کردم شب بخیر نگوی هنو داره میاد ول بده ول خیلی خیلی چرا نمیدی؟ آره اونو حداقل با پولش میتونیم دوباره تیر بخریم یا خدا کلید رو برداشتیم بیا در دیوار دیگه الان میخواد بباره نگاه او یکی بیا این جلو تا بهتون میگم دنیا دستی که بیا نترس بیا آموها خرسی آموها بیا بوپس ای مرتی کرده میدی آجی شیر مادر کسی دیگه نباشه حالا بریم let's do this یا خدا بازی شروع شده
چقدر باگی داره سیستم. لا اله الا الله. بمیر. اوه آرامش دستگیر ما رو خودته، خرابش نکن. نمیتونی گیم پلی بذاری. آرامش من چرا وایسادم؟ چرا نرفتم واقعا؟ برم اونجایی نباستم. خب برای بهترین تجربه وحشتناک از هدفون استفاده کنید. چشم سلطان. چشم عباس آقا. علتی باگ نمیدونم چیه، خیلی داد باگ میزنه سیستم. اگه میدونین تو کامنت ها بگین، چون دیگه من واقعا مغزم یه جور کانتن دیگه نمیده. خوشی نگاه چند تومن اینا؟ چی کنم اینا رو؟ برو بشه رفیقات. نیش رو کلیدو بزنیم اول نویدو باستان لبش. یا ابوالفضل اینجا ببینم چه خبره. شاتگان اما ویدیو قبلی که گرفتم اینقدر باگ نداشت دیگه. دارم یه رو اعصابم. این بازم به حمایت شما بستگی دارم. خب نگاه اینو، نگاه چقدر، یا خدا فیسو ببین، یا خدا جو قدو ببین، یا خدا فیسو ولش، تیپو ولش، دستو ببین، یا خدا. باشه منو بزنم کانال تمومه. علی مشهد، یا خدا بزن. یه دیدی گفتم داخل ویدیو اسمش هرب بود که من عادت کردم میگم هرب. حالا شما چیز نکنین، نه گارد نگیرین، مثلا بگمش. خب قیچی هم گرفتیم، در ایورم بست اک. الان این بردزل میان از اون رد میشن. لامصبا لای به امید تو یا خدا. ببن در ببن. اومد تو رو خدا نیاد آخه. یه جایی برای شما نیست. خدا منو بزرگ باز. چجور بین این همه الان من رد بشم؟ 1 2 3. نگاهی دهن سرویس وایساده بودیم پشت. خدا هربو بزن. هرب نداریم آجی، هرب نداریم. اوه خیلی اوضاع آراش میشه.